با هم آماده بشیم بریم باشگاه. یکم کانسیلر، یکم هم نقاط تیره صورتم که جای جوشه ببینم چی دارم باش خط چشم بکشم. کارت مغازه رو پیدا کردم. خط چشم. یکم ژل ابرو میزنم. دست فیکسش میکنم. ریمل فر کننده کوین استفاده میکنم. قشنگ موجه‌هایی مثل موجه‌های من که خوابیده است کامل فر میکنه. این به قسمت جذاب ماجرا. برای باشگاه فقط یه خط لب قهوه‌ای تینت. من از تینت لنکوور استفاده میکنم. غلیظ و به صرفه. یکم هم به گونه‌ام میزنم. برای باشگاه روژ گونه‌مو تا وسط میارم چون گونه رو خیلی خوشگل میکنه. حالا برای اینکه کانسیلرم اصلا تکون نخوره از پودر پک فلورمال استفاده میکنم. پوستم کمتر عرق کنه توی ورزش. آخرش هم یه بادی اسپلاش میزنم که من از برند آلفامونت استفاده میکنم. خیلی خوب داره، ماندگاریش هم بچه 24 ساعت هست. بوی داره. رایحه‌هاشو توی فروشگاه موجود داریم. دو تاش از برند لنکوور هستن که کیفیتشون رو من تضمینی میدم. شما هم پاشید با این ترفند میکاپی که بهتون دادم میکاپ کنید و برید باشگاه.